سلام، خوش اومدید به پارت دوم درست کردن کلاژ پینترستی با من. خب بچه‌ها، اینجا من بهتون گفتم که اینجا خودش یه سری حالتو برای برش برچسب داره، ولی باید گزینه پاک رو انتخاب کنید. خود برنامه تا جایی که میتونه واسه شما اون دورش رو پاک میکنه، ولی خودتون جایی که نمیخواید رو باید با پاک کنید. اگر اینکه جایی رو پاک کردید میتونید با قلمو دوباره برش گردونید. این دوتا هم درجه مات و کلفت یا نازک بودن قلمو یا پاک کن رو میتونید انتخاب کنید. بعد زوم هم میتونید بکنید. حالا من الان قلمو رو انتخاب میکنم، خودش چیز میشه، شفاف میکنه زیرشو که من بدونید کجاها رو داریم برمیگردونیم. حالا من این قسمتش رو برگردوندم. این الان برچسبمون میشه که میتونیم بذاریم رو کلاژمون. شما هر طرحی دیگه که میخواین میتونید انتخاب کنید. بعد بچه‌ها باید تیکو بزنیم که دیگه این آماده بشه. بعد میشه جزء از برچسبمون، بعدا هم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا این پایین یه سری گزینه ها هست برای اینکه مثلا دور استیکرمون یه سری مثلا دورگیری داشته باشه. اینجا هم میتونید رنگش رو انتخاب کنید، ولی من نذاشتم چون نمیخواستم، ولی شما اگه میخواید میتونید بذارید چون این خیلی سلیقه‌ایه. من میخوام بذارمش نزدیک فونتم، یعنی نزدیک نوشتم. بعد یکی دیگه هم ازش میخوام که دوتا باشن قشنگ تره. لازم نیست حتما همه استیکرها رو بذارید وسط کار. گوشه کار خیلی قشنگ تر هم میشه به نظر من، ولی بازم سلیقه‌ایه چون که به فرم استیکراتون هم بستگی داره. خب من استیکرهای خودم که قبلا میخواستم و قبلا درستشون کردم و اضافه میکنم. اینا رو میذارم اینجا. بیاد. خب این بچه‌ها مثلا اگه میخواید بالای کارتون یکم خوشگل تر بشه یه چیز بلند انتخاب کنید، مثل این گله. بعد میذارید داخل قسمت یکی روی مداد کلیک کنید. بعد باید ویرایش رو انتخاب کنید بچه‌ها. بعد که ویرایش رو انتخاب کردید نگاه کنید بچه، این پایین یه لاینی هست مات کردنش رو، یعنی مثلا شفافش میکنه، ماتش میکنه. بعد من حالا یکم ماتش کردم. باز این که بخواید بالای کارتون مثلا یک استیکر مثلا باشه که مثلا از سادگی در بیار کارتون رو، باز اینم سلیقه‌ایه. بعد من حالا گذاشتمش اینجا. حالا من این استیکر رو از یکی از کلاژهای مورد علاقه‌ام انتخابش کردم و درستش کردم. همونطور که بهتون یاد دادم استیکر ابرو. بعد این پروانه هم از یک کلاژ مورد علاقه‌ام انتخاب کردم. واقعا خیلی قشنگ بودن کلاژها، ولی من شما هم میتونید از هر عکسایی که دوست دارید، هر چیزی که میخواید، یا الان برچسبای خوشگل درست کنید. خب من دیگه فکر کنم برچسبامو گذاشتم. خب شاید بعضی این سادگی بالای کار دوست داشته باشن، ولی بعضی هم میان با اضافه کردن عکس‌ها یا گذاشتن یه سری برچسبای جدید این فضای خالی رو پر میکنن، یا حتی نوشته های جدید. ولی این پایین یه گزینه‌ای هست که داره تنظیم کردن یا افزودن عکس که اسمش خطی کردنه. اونو میزنید یه عالمه خطای مخصوص خودشو داره. بعد این کناریش، بالاییش سمت راست بزرگ بودن و کوچیک بودن رو میتونید انتخاب کنید. کناریش مات بودن و نبودنش. این پایین هم که دیگه رنگتون رو انتخاب میکنید مشخصه. خب اینجا بچه‌ها اگرم که میخواید این خطی که انجام میدید خیلی مثلا خوشگل در بیاد، با اینکه خطی هیچ وقت خوشگل نیست، ولی خطی خاص انجام بدین، باید از چیزای شکسته دوری کنید. بعد سعی کنید لطیف و نرم ترین
خطی که میتونید رو بکشید، نه فقط خط، مثلا یه پیچ تابی بهش بدید، مثلا وقتی که خیلی ملیح میره یه تاب بهش بدین دایره‌ای یا حتی قلبی. خب اگه که نمیتونستید توی بار اول انجام بدید اصلا مهم نیست، چون من باید 20 بار بکشم تا خودم بتونم درست انجامش بدم. ولی اگه جاش هم مثلا دوست نداشتین پاک نکنید، تو رو خدا میتونید جاشو عوض کنید، اندازه‌شو مشخص کنید. منم حالا یکم جاشو چیز کردم. ولی بچه اگه شما مثلا میخواین 2 تا بذارین، دوباره این حالت ویرایشو بخشید کپی رو میزنید، یکی دیگه شو میارین. نمیتونین بچه اینو یکم که چیز کنید، یکم بچرخونیدش، بعد 2 تای با هم داخل یه لاین باشن. ولی اگر که مثلا خطاتون مثلا منظم تر باشه میتونید راحت تر انجام بدید. من این کارا رو مثلا دارم امتحانی واسه شما انجام میدم، وگرنه من از قبل کلاژ مخصوص خودم رو درست کردم. خب من یکم دیگه تنظیمش میکنم. خب من جای مخصوصش رو پیدا کردم بالاخره. خب بچه اگه مثلا دوست دارید عکساتون یکم بهش فیلتر بدید و اینا، تا مثلا کارتون سرزنده تر بشه یا گرفته تر یا حالا هر طوری که دوست دارید، این پایین یه گزینه‌ای هست به نام فیلتر میزنید که راش تنظیم کردن هم هست. بعد حالا اینجا یه عالمه حالت فیلتر داره که من زنده رو ترجیح میدم. یکی از حالتهای زنده شون انتخاب بچه خیلی سفیده، حالا من یکیشون رو انتخاب میکنم. اگر که مثلا سرزندگی رو دوست دارین، مثلا یه حالت یه درجه تیره تر یا یه درجه روشن تر یا حالا هر چیز، میرین تو حالت تنظیم کردن، با عقب کردنش تیرش میکنین، با جلو کردنش روشن ترش میکنید این شکل. ولی واسه فیلترهای زنده به نظرم تیره تر کردن بهتره و واسه فیلترهای گرفته قطعا نگم روشن کردن خیلی بهتره. من چون فیلتر زنده گذاشتم میگم چیزش بکنم. فقط بچه ها اگر که مثلا وقتی داشتی فیلتر یا هر کار دیگه میکردین استیکر و نوشتاتون پاک شدن یعنی غیب شدن، اصلا نترسید چون دوباره برمیگردن. آره خب بچه ها اگر سایزش دوست نداشتین اون پایین یه تیکه هست به نام بوم قاب ها، فکر کنم میتونید سایزش رو انتخاب کنید، ولی من خود سایز راستی این هم از کلاژ اصلی خودمه. این دفعه دیگه واقعا خدافظ.